با سلام و خسته نباشید خدمت شما همراهان همیشگی آکادمی یاشار. با یه دوره آموزشی رایگان دیگه خدمتتون هستیم. در این دوره آموزشی که دوره آموزشی متاتریدر پیشرفته هست، با مباحث پیشرفته تر و استفاده از نرم افزار متاتریدر برای انجام معاملات در بازارهای جهانی خدمت شما هستم. مباحث این دورمون رو با دسترسی به گزینه مارکت واچ شروع میکنیم. میریم روی متاتریدر و برای بحثمون رو ادامه میدیم. برای دسترسی به گزینه مارکت واچ شما دو گزینه رو پیش رو دارید. هم میتونید از این قسمت تولبار این گزینه رو که مارکت واچ هستش انتخاب کنید و مارکت واچ واسهتون باز بشه، یا از گزینه منوی ویو باز گزینه مارکت واچ و اینطوری مارکت واچ در دسترستون خواهد بود. مارکت واچ اون نمادهایی رو که بروکرتون بهتون ارائه میده جهت معامله همش رو بهتون نشون میده، از جفرزا گرفته ارزهای دیجیتال، کامودیتی ها، قراردادهای آتی و فلزات گرانبها مانند نقره، طلا، کلاً اون نمادهایی را که بروکر شما بهتون جهت معامله ارائه میده رو میتونید اینجا مشاهده. خب از این بالا شروع میکنیم. گزینه مارکت واچ یک ساعت رو مشاهده میکنید که این ساعت کار بروکر شما هستش که برای فهمیدن باز و بسته شدن کندل ها و شروع و پایان بازار میتونین ازش استفاده کنید. گزینه های بعدی ستون سیمبل هستش که نمادها رو اسم نمادها رو اینجا واسه شما نشون میده. ستون بید و ستون آسک. ستون بید قیمت خرید رو واسه شما نشون میده و ستون آسک قیمت فروش رو. فاصله این دوتا، یعنی اختلاف این دوتا قیمت، اسپرد رو به شما نشون میده. همونطور که میبینین گزینه پیشفرض اسپرد رو به شما نشون نمیده. واسه دیدن اسپرد میتونید توی این محیط راست کلیک کنین و گزینه اسپرد رو فعال کنین تا اسپرد نمادها، یعنی اون کارمزدی که بروکر واسه معامله کردن از شما میگیره، به شما نشون بده. از مارکت واچ واسه باز کردن چارت بیشتر استفاده میشه که به طور مثال من میخوام یه معامله روی یورو دلار داشته باشم، میام نماد یورو دلار رو انتخاب میکنم و روش راست کلیک میکنم، گزینه چارت ویندو رو میزنم. اون چارتی که الان اینجا مشاهده میکنه چارت کام متاتریدر هستش با تمپلیت پیش فرضش. برای واضح تر شدن چارت الان همونطوری که میبینین چارت یکم در هم بر همه، میتونین از گزینه تمپلیت و اینجا تمپلیت هایی رو مشاهده میکنین که این تمپلیت من هستش که شخصی سازی شده، میزنم براتون بیاره. مشاهده میکنین که چارت چقدر تمیز و واضح واسه شما نشون داده میشه که کار با گزینه تمپلیت و شخصی سازی چارت رو توی مباحث بعدی بهتون یاد میدم. مبحث بعدی تو این دوره آموزشی نحوه باز کردن یک معامله هستش که در این مبحث ما معامله های لحظه‌ای و معامله های در انتظار رو بهتون توضیح میدیم. سیل لیمیت و بای لیمیت چی هستش اینا رو توضیح میدم. سل استاپ، بای استاپ، SL یا همون استاپ لاس چیست و نحوه گذاشتنش، TP چیست یا همون تیک پروفیت و نحوه گذاشتنش روی معامله. برمیگردیم توی محیط متاتریدر و ادامه مبحثمون رو اونجا ادامه میدیم. همونطور که میبینیم ما قبلا جفرز یورو دلار آمریکا رو انتخاب کردیم و روی چارت هستش و میخوایم یه معامله فروش یا خرید روی این جفت ارز انجام بدیم. واسه انجام دادن معامله ما چند تا گزینه داریم که گزینه اولش انتخاب نیو اوردر هستش.
وقتی این گزینه رو میزنیم یک جدولی واسه ما نشون داده میشه که گزینه اول سیمبل هستش، اون نمادی رو که میخوایم معامله کنیم. گزینه دوم ولوم، اون حجم معامله ما رو اینجا مشخص میکنه. گزینه سوم استاپ لاس یا همون حد ضرر خودمون. تیک پروفیت، حد سودمون. اینجا گزینه کامنت هستش که اگه توضیح واسه معامله داشتیم روی چارت میندازه. گزینه بعدی تایپ هستش. تایپ مشخص میکنه نحوه گذاشتن اون معاملتون روی چارت چگونه باشه. گزینه اول معامله لحظه‌ای هستش، یعنی اگه این گزینه های سل یا بای رو بزنی همون لحظه روی چارت واسه شما انجام میشه. گزینه دومش پندینگ اوردر، یعنی معامله در حال انتظار هستش. اگه این گزینه رو انتخاب کنی یه جدول دیگه پایین واسه شما باز میشه. توی این کادری که واسه شما باز شد میبینید گزینه پندینگ اوردر هستش. این محیط، توی این محیط بازم پندینگ اوردر خودش 4 مدل داره که اینجا مشاهده میکنید: بای لیمیت، سل لیمیت، بای استاپ و سل استاپ. از گزینه بای لیمیت ما واسه معاملاتی استفاده میکنیم که شرط میذاریم که اگه قیمت به پایین تر از اون قیمتی که الان هستش برسه واسه ما یک اوردر خرید توی بازار اعمال کنه. به طور مثال قیمت الان این قسمت هستش، ما شرط میذاریم که اگه قیمت به این منطقه خودش رو تونست برسونه از این قسمت واسه ما یک اوردر خرید توی بازار نرم افزار اعمال میکنه که اگه قیمت برگشت و صعود کرد، یعنی قیمتش افزایش یافت، ما این قسمت خریدار باشیم. یعنی بهش این شرط رو میدیم که قیمت الان اینجاست، قیمت اگه رسید به این قسمت واسه ما اوردر خرید توی بازار اعمال. گزینه بعدی گزینه سل لیمیت هستش. اگه ما این گزینه رو انتخاب کنیم درست عین همون خریده، با این تفاوت که ما به نرم افزار دستور میدیم که اگه قیمت از این منطقه که هستش به طرف بالا اومد و به این منطقه مثال میگه خودش رو رسوند، از این قسمت واسه ما یه دونه فروش توی بازار اعمال کنه. و فرق سل لیمیت و بای لیمیت توی گرفتن اوردر خرید و اوردر فروش هستش. گزینه بعدی گزینه بای استاپ و سل استاپ. گزینه بای استاپ واسه شرایطی هستش که ما تحلیل کردیم که دیگه قیمت نمیاد پایین، یعنی از اینجا برمیگرده و اگه به این قسمت رسید واسه ما یک اوردر خرید بذاره. یعنی اگه قیمت از اینجا اینطوری حرکت کرد توی این قسمت واسه ما یک اوردر خرید اعمال میکنه و ادامه حرکت. گزینه بعدی گزینه سل استاپ هستش که درست برعکس همین بای استاپ عمل میکنه. ما مثلا تحلیل کردیم که قیمت پایینتر میاد و یک اوردر اینجا یک اوردر سل استاپ میکنیم که اگه قیمت اومد و خودش رو به این ناحیه رسون از اینجا واسه ما یک اوردر فروش توی بازار اعمال کنه، یعنی به این حال. گزینه بعدیمون ات پرایس هستش که ما اینجا تعیین میکنیم که هر کدوم از این 4 تا گزینه رو انتخاب کردیم قیمت دقیقش رو اینجا وارد. گزینه بعدی که ما داریم گزینه تاریخ انقضای معامله در حال انتظار ما هستش که اگه این گزینه رو فعال کنیم با دادن یک تاریخ و ساعت دقیق اون میتونیم به نرم افزار اعلام کنیم که اگر این معامله‌ای که ما در حالت انتظار توی بازار وارد کردیم تا این تاریخ و ساعت فعال نشد، اون معامله رو
واسه ما از روی چارت حذف کنیم. حالا ما همه اینا رو فهمیدیم و میخوایم یه دونه معامله توی این جوفرض یورو دلار اعمال کنیم. برمیگردیم به حالت اول، حالت لحظه‌ای معامله، و واسه اینکه بهتر متوجه بشیم من تایم فریم این جفت ارز رو میارم پایین تر و تایم فریم 15 دقیقه میکنم. واسه وارد شدن به معامله من 100% بهتون توصیه میکنم که حتما حد ضرر رو اعمال کنیم و بعد وارد مارکت بشین. به طور مثال من تحلیل کردم که این جفت ارز یورو یو اس قیمت از اون قیمتی که الان قرار داره میاد پایین تر و من میخوام یک معامله فروش روی این جفت ارز داشته باشم. برای وارد کردن معامله همونطور که گفتم گزینه سیمبل اون جفت ارز رو انتخاب میکنیم، حجم معامله رو مشخص میکنیم، از اینجا میتونیم کم و زیادش کنیم یا به صورت دستی هم میتونیم وارد کنیم. گزینه بعدی استاپ لاس هستش. من استاپ لاس خودم هم میذارم اینجا، تعیینش میکنم. گزینه بعد تیک پروفیت هستش. دوستان توجه کنید این استاپ لاس و تیک پروفیت گذاشتن خودش یه تنظیمات خاصی داره که توی مباحث بعدی بهتون یاد میدم. من همینطوری یه چیزی میذارم که شما ببینید چطور وارد معامله میشه. گزینه کامنت که چیزی نمیخوام بذارم و گزینه وارد کردن لحظه‌ای معامله توی بازار فعال واسم و بعد این گزینه هایی که همه اینا رو تکمیل کردم گزینه سل رو میزنم تا یک معامله فروش توی بازار واسه من اعمال بشه. همونطور که مشاهده میکنین یک معامله فروش توی بازار با حد ضرر مشخص شده و حد سود مشخص شده توی بازار واسه من ایجاد شد. شما حالا میخواین حد سود و ضررتون رو جابجا کنید یا ویرایش کنید. میتونید روی حد ضرر بیارین و وقتی موس به این شکل در اومد این خط رو بگیریم و جابجاش کنیم که هر جا دلتون خواست میتونیم بذاریم. مثلا به طور فرض من میارم میذارم بالای این کندل. دیدین که چطوری خط استاپ لاس من جابجا شد. همینطور میتونید خط تیک پروفیت هم اینطوری جابجاش کنید و هر جایی خواستین بذارید. موقع وارد شدن به معامله من بهتون گفتم که اونجا استاپ لاس و تیک پروفیتتون رو انتخاب کردیم و بعد وارد معامله شدیم. حالا بعضی از دوستان این کار رو نمی کنن و مستقیم وارد بازار میشن و بعد اینکه وارد بازار شدن استاپ لاس و تیک پروفیت برای خودشون اعمال میکنن. وقتی شما اون گزینه ها رو فعال نمی کنید و مستقیم وارد بازار میشین دیگه این دوتا خط قرمز واسه شما روی چارت نمیفته و فقط یه خط سبزی که نقطه ورودتون به بازار هستش رو واسه شما نشون میده. تو این حالت اگه بخواین استاپ لاس و تیک پروفیت واسه معاملتون ایجاد کنید میتونین روی این خط سبز موستون رو ببرین و اگر به سمت بالا توی معامله فروش اگه به سمت بالا حرکتش بدین این میشه استاپ لاس. اینطوری میتونه استاپ لاس خودتون هم تعیین کنید یا همینطور دن موس روی این نقطه ورودتون میتونید موس رو به سمت پایین حرکت بدین و تیک پروفیت یا همون حد سود خودتون رو تعیین بکنید. به همین راحتی میتونین بدون اینکه اون اول استاپ لاس و تیک پروفیت بذارید بعد از وارد شدن به بازار این عمل رو انجام بدید. برمیگردیم به سرفصلمون که دسترسی به مارکت واچ، نحوه باز کردن یک معامله لحظه‌ای و معامله در انتظار، سل لیمیت، بای لیمیت، بای استاپ، سل استاپ و حد ضرر و حد سود رو که توضیح دادیم. میریم سراغ مبحث بعدی که ویرایش حد سود و حد ضرر در معامله باز، خروج از معامله و انواع خروج هستش.
با هم برمیگردیم روی چارت و ادامه. خب حالا یه معامله باز داریم که به هر دلیل میخوایم حد سود یا حد ضرر خودمون رو ویرایش کنیم. برای ویرایش حد سود و ضرر ما دو تا راه داریم. یه راه اولش و راه آسونش اینه که ماسمون رو روی حد سود یا ضرر میبریم و با حرکت دادن موس حد سود و حد ضرر خودمون رو جابجا کنیم. حالا یه مواقعی هستش که ما مثلا میخوایم حد سودمون رو روی یک عدد خاصی فیکس کنیم. برای این کار روی حد سودمون راست کلیک میکنیم و گزینه مودیفای رو میزنیم و یک پنجره واسه ما باز میشه که اینجا میتونیم هم استاپ لاس و هم تیک پروفیت یا همون حد سود خودمون رو تغییر بدیم. به طور مثال من این عدد رو روی 11,000 میخوام فیکسش کنم و اینو ویرایش کردن این گزینه واسه ما فعال میشه و با کلیک روی این گزینه تیک پروفیت ما روی اون عدد خاصی که اونجا وارد کردیم فیکس میشه. خب ما یک معامله باز داریم، یک معامله فروش که حد سود و حد ضرر خودمون رو هم جابجا کردیم، ویرایش کردیم و همین چیزا رو یاد گرفتیم. حالا برای خروج از یک معامله چیکار باید بکنیم؟ اون معامله هرچند با سود یا ضرر بسته بشه. به دو حالت میتونیم ما اقدام کنیم و حالت اول این است که روی نقطه ورودمون که خط سبز رنگ هستش راست کلیک میکنیم و گزینه کلوز هستش و این گزینه رو اگه انتخاب کنیم معامله ما بسته میشه، چه با سود چه با ضرر و روی حسابمون اعمال میشه. گزینه دوم استفاده از منوی ترمینال هستش این قسمت که با فعال کردن این گزینه این معامله باز ما که واردش هستیم اینجا نشون داده میشه با قیمتی که وارد شدیم، کمیسیونی که پرداخت میکنیم، سواب، حد سود، حد ضرر و توضیحات کلیش. اینجا یه گزینه ضرب در هستش که با این گزینه میتونیم از معامله خارج بشیم. من الان این گزینه رو بزنم دیدیم معامله ما بسته شد و ما با سود از معامله خارج شدیم. مبحث بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم مبحث ویرایش تمپلیت هستش. ترمینال چیست و معرفی بخشای عام و معرفی قسمت ناویگیتور هستش. با هم روی چارت ادامه میدیم. برای ویرایش تمپلیت ابتدا از مارکت باکس یک جو فرضی رو انتخاب میکنیم، چارتش رو میاریم همونطور که میبینید چارتش با تمپلیت پیش‌فرض بالا اومد. برای ویرایش راست کلیک و گزینه پروپرتیز رو انتخاب میکنیم. در این قسمت این پنجره ویرایش واسه ما باز میشه. توی تب کالرز ما میتونیم تمام رنگ های موجود توی چارت رو تغییر بدیم که اینجا 3 تا رنگ بندی پیش‌فرضم واسه ما خود متا تریدر در اختیارمون قرار داده. گزینه زرد و مشکی هستش، سبز و مشکی هستش که همین تمپلیتی که مشاهده میکنین هستش. گزینه سیاه و سفید هم داره. واسه تغییرات رنگ ها میتونید از این قسمت ها استفاده کنید که یکی یکی بهتون توضیح میدم. گزینه اول گزینه بک‌گراند هستش. گزینه بک‌گراند این صفحه مشکی پس زمینه پشت چارت هستش که میتونید به هر رنگ خواستین تغییرش بدید. من به طور مثال این رنگ رو انتخاب میکنم. گزینه بعدی فورگراند هستش که رنگش سفید هستش و مشاهده میکنید که اینجا نوشته ها واضح نیستند. فورگراند این قسمت میشه. تایما رو با تاریخ نشون میده به اضافه قیمت ها، به اضافه این قسمت که شامل اطلاعات جفت و عرض و تایم فریم و این چیزا هست. برای اینکه واضح بشه ما رنگ اینو به مشکی تغییرش میدیم. توی پیشنمایش هم مشاهده میکنیم که رنگ این قسمت واضح شد. گزینه بعدی گزینه گرید هستش
گرید به این مربع ها و این خطوط راهنما گفته میشه که زیاد کاربرد نداره و اکثر معامله‌گرا این خطوط رو حذفش میکنن که در ادامه بهتون توضیحش خواهم داد. با هم اینو اوکی میکنیم یا تغییرات رو مشاهده کنیم. من توی حالت کندل استیک قرار میدم و زومش رو زیاد میکنم تا شما تغییرات رو محسوستر مشاهده کنید. برمیگردیم به پنجره ویرایش. گزینه های بار آپ و بار داون. بار آپ و بار داون این خطوط سبز رنگی هستن که کناره های کندل مشاهده میکنید و این شادو ها. شما میتونید گزینه بار آپ یا همون کندل های افزایشی رو بزنید روی سبز بمونه. بار داون رو من روی قرمز میذارم. خب بول کندل و بیر کندل. بول کندل به کندل های افزایشی میگن که من رنگش رو سبز میکنم و بیر کندل های نوری که رنگش رو قرمز. اوکی میکنیم. تغییرات رو ببینیم. همونطور که مشاهده کردیم رنگ کندل ها تغییر کرد. دوباره برمیگردیم به پنجره ویرایش. گزینه بعدی گزینه لاین گراف هستش که این رنگ پیش‌فرض خطوطی است که توی متاتریدر استفاده ازش میکنیم، مثل خطوط عمودی و افقی یا خط ترین ها که اینجا میتونید عوضش کنید. گزینه بعدی گزینه ولوم هستش که رنگ ولوم رو میتونید تغییر بدید. ولوم یه نموداری که با فعال کردن اون این زیر یه سری خطوط و نمودار واسه شما نمایان میشه. گزینه بعدی آسک لاین هستش که چون الان اینجا فعال نیست نشون داده نمیشه. آسک لاین یه خطیه که روی این خط قیمت میفته و فاصله بین این دوتا خط میشه اسپرد شما که رنگش قرمز هست. گزینه بعدی هم استاپ لول هستش که همونطور که مشاهده کردیم در بخش باز کردن معاملات بهتون نشون دادن که خط حد سود و حد ضررتون به رنگ قرمز که اینجا میتونید رنگش رو عوض کنید. من گزینه های اینجا رو توی دوره مقدمات بهتون توضیح دادم، ولی گزینه هایی که مهم هستش اینجا میتونن شو آسک لاین هستش که توضیح دادم. همون خطی هستش که بالای خط حرکتی قیمت میفته و شما میتونید اون اسپردی رو که بروکر ازتون میگیره اونجا مشاهده کنید. گزینه بعدی شو پریود هستش که با فعال کردن این گزینه یه خطهای عمودی روی چارتتون ظاهر میشه و چارت ها رو به صورت روزانه تقسیم بندی میکنه. مثلا دو تا خط از اینجا تا اینجا میفته و به شما نشون میده که از این قسمت تا این قسمت مال یک روز هستش، یعنی حرکت قیمت توی یک روز هستش. گزینه بعدی شو گرید هستش که همین خطوط راهنما با برداشتن اینا هست میشن که من بعدشون میذارم. گزینه بعدی شو ولوم هستش که اینجا بازم بهتون گفتم با فعال کردن اینجا ولوم بازار بهتون نشون داده میشه. با زدن دکمه اوکی ما تغییرات رو روی چارت میبینیم که چارت قبلیمون به این صورت شخصی سازی شد. حالا شما میتونید تمام این رنگ بندی ها رو با سلیقه خودتون ویرایشش بکنید. مبحث بعدیمون در مورد قسمت های مختلف ترمینال هستش. ترمینال یه بخش مهمی هستش توی متاتریدر و اطلاعات مهمی رو در اختیار ما قرار میده. برای دسترسی به این قسمت میتونید از دو گزینه تولزبار این گزینه رو و منوی ویو گزینه ترمینال رو استفاده کنید. وقتی این گزینه رو زدید یک پنجره از زیر
متاتریدر باز میشه که شما قسمت ترمینال رو مشاهده میکنید که این شامل قسمت های مختلفی هستش که یکی یکی براتون توضیحش میدم. قسمت اول تب ترید هستش که شامل موجودی حسابتون، اکویتی حسابتون، پیری مارجین و اگه معامله بازی داشته باشید اینجا بهتون نشون میده که با توضیحاتش که چه معاملی هستش، سمبولش چیه، قیمت ورود، استاپ لاس، تک پروفیت، کمیسیونی که بروکر ازتون میگیره، سواب و سایر این مسائل. تب بعدی تبی هستش که اطلاعات کلی یعنی یه گراف براتون اینجا میاره که تا الان چه معامله ها بیشتر روی چه جفت ارزی شما تمرکز داشتین و اکثر معامله هاتون روی چه ارزی بوده هستش که اینجا به طور مثال واسه من جفت ارز USD رو نشون میده که چقدر معامله کردن تا الان. گزینه بعدی اکانت هیستوری هستش. اکانت هیستوری معامله های قبلی شما رو به شما نشون میده با توضیحات کاملشون که تا الان چه معامله هایی داشتین که با راست کلیک کردن روی این میتونید اول هیستوری رو ببینید که تمام معاملاتتون رو نشون میده، 3 ماه قبل، 1 ماه قبل یا دوره‌ای که خاصی که مد نظرتون هستش. گزینه بعدی گزینه نیوز هستش که من غیر فعال کردم. این گزینه نیوز اخبارهایی که توی بازارهای اقتصادی اتفاق میفتن رو براتون ارسال میکنه. گزینه بعدی گزینه آلرت هستش. گزینه آلرت یه سری خطوطی هستش که روی چارت شما اعمال میکنید. مثلا من منتظر این هستم که قیمت به این قسمت برسه و توی این قسمت یک راست کلیک میکنم و روی گزینه ترندینگ گزینه آلرت رو بزنم، یک خطی این شکلی میبینید اینجا افتاد که اگر قیمت به این قسمت رسید واسه من از طریق یک حالت بوق مانند به من اطلاع میده که قیمت به این سطح رسیده. میبینیم که وقتی من این آلرت رو اینجا گذاشتم اینجا هم به من نشون میده که از این قسمت میتونید اگه چند تا آلرت داشته باشین این قسمت رو باز کنید و ببینید که اون آلرتی که گذاشتین مربوط به کدوم جفت ارزتون هستش. گزینه بعدی گزینه میل باکس هستش که اگه این گزینه رو باز کنین این شامل ایمیل هایی است که از سمت متاتریدر و همچنین از سمت بروکر به شما ارسال میشه و میتونید توی این قسمت این ایمیل ها رو مشاهده کنید. قسمت بعدی قسمت مارکت هستش که از این قسمت میتونید اون برنامه هایی رو که متاتریدر واسه یه دانلود گذاشته رو اینجا از این قسمت سرچ کنید یا اگه برنامه خاصی ندارید باید منتظر باشید تا اینجا لود بشه که فعلا اگه با VPN وارد نشین اینو واسه شما این بروکری که من باهاش کار میکنم نمیاره و حتما باید با VPN وصل بشین تا اینجا بهتون نشون بده که کلا شامل اندیکاتور و اکسپرت و از این چیزاست که اینجا واسه دانلود شما ارائه میشه. گزینه بعدی گزینه سیگنال هستش که یه سری از معامله‌گران توی نرم افزار متاتریدر اگه مشاهده کنید اینجا اقدام به فروش سیگنال میکنن، یعنی مثلا سیگنال های ورود و خروج توی معامله رو واسه شما ارسال میکنن که به طور مثال این گزینه اول که هستش اسمش بتمن EA هستش، این چقدر سودش بوده تا الان، چقدر دنبال کننده داره، درصد تریداش هست، درصد تریدای موفقش هستش که 79% هستش. شامل یه سری اطلاعات هست و این گزینه آخرم بهتون نشون میده که اگه بخواید این رو دنبال کنید
باید پولی پرداخت کنی یا به صورت رایگان هستش. این قسمت اکثرا فعلا رایگان هست. گزینه‌های بعدی زیاد به درد ما نمی‌خوره جز این گزینه آخری که یک گزارش لحظه‌ای از اتفاقاتی که روی نرم افزار داره اتفاق میفته رو به شما میده. خب مبحث آخری که توی این دوره با شما خواهم بود مبحث توضیح قسمت ناویگیتور هستش. من قسمت ترمینال رو میبندم. بازم قسمت ناویگیتور رو میتونین از طریق تول بارز و از قسمت ویدیو گزینه ناویگیتور رو بزنیم و واسه شما این قسمت باز بشه. این قسمت شامل اطلاعاتی در مورد اکانت شما هستش، بروکر شما و شماره حسابی که شما از اون بروکر دارین استفاده میکنید به همراه نوع حساب که حساب آزمایشی که واسه آموزش من گرفتم مال مثلا پیبو گروپ هستش، MT4 هستش و از سرور دمو سرور پشتیبانی میشه. این هم شماره حساب من هستش. قسمت بعدی قسمت اندیکاتور هستش که از این قسمت میتونید اندیکاتوری به روی چارتتون اضافه کنید یا اندیکاتورهای که به صورت پیش‌فرض اونجا هستن با دسته‌بندی هاشون مشاهده کنید. قسمت بعدی قسمت اکسپرت هستش که اینم همونطور فقط تفاوتش اینه که این قسمت اندیکاتور رو نشون میده و این قسمت اکسپرت هایی که روی چارتتون هستن رو به شما نشون میده که با گرفتن و رها کردن توی این قسمت میتونید کارش کنید. گزینه بعدی گزینه اسکریپت هستش که زیاد به درد ما نمیخوره. در اینجا فکر کنم دیگه چیزی نمونده باشه که راجع به این نرم افزار به شما بگم و توی این دوره تمام قسمت های نرم افزار و نحوه کار کردن باشون رو بهتون توضیح دادم. امیدوارم این دوره واسه شما مفید بوده باشه و تونسته باشم مطالب مفیدی رو بهتون انتقال بدم. همچنین شما دوستان میتونید با مراجعه به وبسایت آکادمی سرمایه‌گذاری یاشل از سایر ویدیوهای رایگانی که واسه شما اونجا گذاشته شده استفاده لازم رو ببرید. موفق باشید و سرباز.